در نخست سرخط خبرها. تغییر رویکرد پاکستان در قبال افغانستان. خواجه آصف میگوید که گفتگو تنها راه عملی حل تنش هاست. پاکستان مصروف یک بازی بزرگ استخباراتی در مورد افغانستان است. تاکید قطر و سازمان همکاری اسلامی بر تداوم کمک‌ها به افغانستان. دو طرف بر ادامه همکاری‌های بشردوستانه و توسعه‌ای تاکید کردند. کمک‌های بشردوستانه و انسان دوستانه نمیتونه مشکلات اقتصادی افغانستان حل بکنه. و تعویق حمله نظامی امریکا به ایران و هشدار تازه ترامپ. در صورت شکست مذاکرات، عملیات گسترده علیه ایران از سر گرفته می شود. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 29 ثور 1405 هجری خورشیدی که مصادف است با 19 می 2026 میلادی. مشروع خبرها. وزیر دفاع پاکستان اعلام کرده است که اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها با امارت اسلامی گفتگوها را از مسیرهای مختلف ادامه داده است. او تاکید کرده که راه حل عملی کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد مذاکره و گفتگو است. در سوی دیگر، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از دیدار و گفتگو با سرپرست سفارت امارت اسلامی در قطر درباره بهبود روابط کابل اسلام آباد خبر داده است. اناهیتا اندر گزارش می‌دهد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرده است که اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها با امارت اسلامی گفتگوها را از مسیر مختلف ادامه داده و تلاش دارد زمینه یک همزیستی قابل مدیریت را فراهم کند. او در گذشته بارها اظهارات تنش‌زا علیه افغانستان داشت. اکنون به نظر می‌رسد که تغییر رویکرد داده و تاکید کرده که راه حل مسائل میان افغانستان و پاکستان گفتگو است. پاکستانی‌ها نسبت به اون چیزی که در رابطه با افغانستان میگوید صادق نیست و در رابطه با موضوع صلح و گفتگو با دولت افغانستان هم صادق نبوده تا کنون. بنابراین بهتر است که مشکلاتی که پاکستان داره مشکلات را در داخل خود پاکستان جستجو بکنه و دولت افغانستان و مردم افغانستان را بیش از این با تهمت‌ها و با حرف‌های ناروای خودش ناراحت و مکدر نکند. در همین حال ریچارد لیندیزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان گفته است که در دوحه با سهیل شاهین سرپرست سفارت امارت اسلامی افغانستان دیدار و درباره تلاش‌ها برای تقویت روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کردند. پاکستان مصروف یک بازی بزرگ استخباراتی در مورد افغانستان است که هیچ گونه صداقت نداره، ولی به خاطر تطبیق برنامه استخباراتی خود از هر نوع ترفند استفاده میکنند. سخنان ضد نقیض و فریبکارانه پاکستان همواره در طول 50 سال گذشته با مردم افغانستان بوده که نمیتونه هیچ گونه صداقت در گفتار پاکستانی‌ها را قبول کرد یا بالای پاکستان مردم افغانستان اعتماد کنند. با این حال آگاهان معتقدند که روابط پایدار میان افغانستان و پاکستان تنها زمان ممکن است که تماس‌ها واقعی بوده و سیاست‌های شفاف و بدون دوگانگی باشد. در غیر آن فرصت‌های همکاری و همگرایی منطقه‌ای از بین خواهد رفت. روابط پایدار میان افغانستان و پاکستان با اعتمادسازی واقعی و پایان سیاست‌های دوگانه پاکستان در قبال افغانستان ممکن است. در غیر آن فرصت‌های همکاری و همگرایی‌های منطقوی از بین خواهد رفت. این چرخش در اظهارات مقام‌های پاکستان در حال مطرح می شود که پیشتر همواره بر تنش و درگیری به جای دیپلماسی تاکید می کردند، در حالی که مقام‌های امارت اسلامی همواره مذاکره و گفتگو را راه حل مسائل میان کابل و اسلام آباد دانستند. نماینده سازمان همکاری اسلامی در کابل و سفیر قطر در افغانستان بر ادامه همکاری‌های مشترک برای رسیدگی به چالش‌های بشری، اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان تاکید کردند. دو طرف در این دیدار درباره گسترش هماهنگی و همکاری در حمایت از تلاش‌های بشردوستانه، برنامه‌های توسعه‌ای و تقویت ثبات در افغانستان گفتگو کردند. باز هم اناهیتا اندر.
محمد سعید العیاش نماینده سازمان همکاری اسلامی در کابل با مردوف القاشتی سفیر قطر برای افغانستان دیدار کرد. در این نشست دو طرف درباره افزایش هماهنگی و توسعه همکاری‌ها در زمینه حمایت از اقدامات بشردوستانه، برنامه‌های انکشافی و تحکیم ثبات در افغانستان گفتگو کردند. همچنین آنان بر ادامه همکاری‌های مشترک و رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان تاکید کردند. کمک‌های بشردوستانه و انسان دوستانه نمیتونه مشکلات اقتصادی افغانستان حل بکنه. در کنار از نیاز است که کمک‌های اقتصادی هم به افغانستان صورت بگیره تا پروژه انکشافی و توسعه حرکت بکنه و به مردم زمینی کار ایجاد شود. هر از گاهی که فرصت‌های کاری و شغلی ایجاد شد بدون شک نیاز به کمک‌های بشردوستانه محسوس نمیشه و مردم صاحب درآمد میشن. این اعلام همکاری‌ها در حال صورت میگیرد که برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرده که از سال 2023 تا کنون بیش از 5 میلیون نفر به افغانستان بازگشتند. دفترهای مهاجرتی و نهادهای مسئول وظیفه دارند از حقوق اساسی پناهندگان حفاظت نمایند و امنیت و کرامت انسانی آنها را تضمین نمایند و تصمیمات خود را بر اساس عدالت و قوانین بین‌المللی اتخاذ. د افغانستان اصولي مسؤلین باید جدي هڅه وکړي چې دغه کورنیو ته د کور، کار او زده کړو زمینه برابر کړي. همدارنګه د روغتیايي او بشري مرستو عادلانه ویش ته پام وشي څو راستنیدونکي وکولای شي په عزت او آرامه ژوند وکړي. این در حال است که افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های جدی از جمله ورود مهاجران از کشورهای همسایه، آفات طبیعی و کاهش کمک‌های بشردوستانه مواجه بوده است. چالش‌هایی که بیش از هر زمان دیگر نیاز به همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای را افزایش داده است. و در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن به درخواست رهبران سعودی، قطر و امارات متحده حمله نظامی برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود سه شنبه انجام شود به تعویق انداخته است. او همچنین هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات آمریکا عملیات گسترده‌ای را علیه ایران دوباره آغاز خواهد کرد. در همین حال وزیر داخلی پاکستان در دیدار با رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران پیام آمریکا را منتقل کرده و پاسخ تهران را نیز دریافت کرده است. عبدالله بصیر گزارش می‌دهد. خاورمیانه جایی که گاه تنها چند ساعت میان دیپلماسی و آتش جنگ فاصله است و این بار به گفته دونالد ترامپ تماس چند رهبر عربی توانسته ماشه یک حمله نظامی تازه علیه ایران را موقتا متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر دوشنبه اعلام کرد که قرار بود واشنگتن فردا حمله نظامی تازه علیه ایران انجام دهد، اما به درخواست رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی این اقدام به تعویق افتاده است. ترامپ گفت که به من میگویند طرفها بسیار به توافق نزدیک شدند. این توقف تحول بسیار مثبت است، اما هنوز هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات وجود ندارد. دوره‌هایی بود که فکر می‌کردیم خیلی به توافق نزدیک شدیم، اما نتیجه نداد. اگر این وقفه کوتاه بتواند مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، واشنگتن نیز از آن استقبال خواهد کرد. من فکر می‌کنم اگر آنها راضی باشند، ما هم احتمالاً راضی خواهیم بود. ترامپ همچنین در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات، امریکا عملیات گسترده‌ای را علیه ایران دوباره آغاز می‌کند. و پیت هگیس وزیر دفاع و جنرال دانیل کین رئیس ستاد مشترک ارتش دستور دادند حمله برنامه‌ریزی شده را متوقف کنند، اما نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده باش باقی خواهند ماند تا در صورت شکست مذاکرات در یک لحظه و بدون درنگ عملیات گسترده‌ای را آغاز کنند. همزمان با این تحولات، تحرکات دیپلماتیک نیز شدت گرفته. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محمد باقر قالباف رئیس مجلس ایران در تهران دیدار کرده است. گزارش ها حاکی است که این مقام پاکستانی حامل پیام امریکا بوده و پاسخ ایران را نیز دریافت کرده. در این میان نگرانی ها تنها با میدان سیاست و امنیت محدود نمانده. رئیس آژانس بین المللی انرژی هشدار داده که به دلیل جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، ذخایر نفت تجاری جهان به سرعت در حال کاهش است و ممکن است تنها برای چند هفته دوام بیاورد. هشداری که همزمان با آغاز فصل سفرهای تابستانی و افزایش تقاضای جهانی برای سوخت، نگرانی ها درباره یک بحران انرژی تازه را تشدید کرده است. اکنون منطقه در وضعیت ایستاده که هر تماس دیپلماتیک میتواند مسیر بحران را تغییر دهد و پشت درهای بسته مذاکره همزمان صدای امید به توافق و سایه سنگین یک رویارویی بزرگ نظامی شنیده می شود. رسیدیم به آخرین بسته خبری از میز خبر آفاق. وقت بر شما خوش.